شوم روز عاشوراست، روزی که باید دست توسل به دامن خاندان عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دراز نماییم و از آنان استمداد بجوییم که ما را در سختی ها یاری برساند. چون امروز سخن از هجرت و مهاجرت و پیام رساندن بود، همان گونه که می‌دانید مضمون شعری اصل شعر یادم نیست که اگرچه ایجاد قیام و انقلاب کربلا به خون گلوی حسین شد، ولی تکمیل آن به گیسوی پریشان زینب است. امروز لحظات بعد در مثل چنین روزی در 1352 سال قبل در سال 61 هجری حسین علیه السلام مظلومانه شهید می شود. یارانش به شهادت می رسد. ذوالجناح بی صاحبش به خیمگاه برمی‌گردد که امام زمان در زیارت ناحیه‌اش می فرماید: جدا حسین جان، یادم نمی رود وقتی را که ذوالجناح بی صاحبت به خیمگاه برگشت و یک مشت زن و کودک بی سرپرست و بی پناه دور آن حلقه ماتم زده بودند و هیچ کسی نبود که به فریاد آنان برسد و آنان را یاری نماید. حسین جان، پیروان در افغانستان در تمام مراحل به تو تأثیر کردند. ما بسیار داریم زمانهایی را که پیک از جبهه برگشت، پیام شهدا را آورد، زنان، پیرمردان، کودکان حلقه زدند، هر یکی عزیزش را پرسیدند و جواب شنیدند که شهید شده است. هیچ کسی نبود آنان را یاری کند. یا زمانی کودکی که یتیم بود و سرپرست نداشت دهکده بمباران شد، آنان که پدر داشتند دستشان را گرفتند، آنان که مادر داشتند دستشان را گرفتند و در حالی که مجروح هم شده بودند بردن به سوی پناهگاهی. اما کودک یتیم در میان خانه مان و همان زمزمه را با خودش زمزمه می کرد که کودکان یتیم تو در خرابه شام، اگر دست پدر بودی به دستم، چرا من در خرابه می نشستم. من امروز که روی یتیمان بسیار تکیه می کنم، خودم داغ دارم. خدا شاهد است وقت آمدم رفتم خانه آقای ناصر، نوازه های دیگر شرم داشتم بروم و از اونها احوال بگیرم. امروز دست توسل به دامن کودک یتیم دیگر میزنیم و از او استمداد میجوییم. فردای امروز روز 11 اهل بیت امام را از کربلا به سوی کوفه حرکت میکنم. درد یتیمی بسیار مشکل است، بسیار سخت است. اون هم یتیمی که اسیر هم باشد. در منزل بین کوفه و شام از بس کودک خردسال حسین از زندگی سیر آمده، سلی دشمن خورده، روی خارهای مغیلان دویده، خود را از ناخه روی زمین انداخت و راه بیابان در پیش گرفت. قافله آمدند در یک موضعی که سر امام حسین به زمین لنگر انداخت. هر چقدر توانایی به خرج دادن نتوانستند سر را بلند کنند. خبر به شعر رسید. گفت چاره این کار دست من است. آمد بازوان امام بیمار را برهنه کرد، تازیانه میزد که
و بعد از مردنت قبرت نیز مظلوم است. خدا نصیب کنه بری بقیع جای عشق باید خون گریه کنی. قبر امام زین العابدین، امام حسن، امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین واقعا مظلوم است. در نهایت مظلومیت گذشته از اینها نمیگذارند که قبور پیشوایانتان را زیارت کنید، فقط از دور باید اشک برید. امام گفت من نمیدانم، از عمم زینب بپرسید، او سرپرست یتیمان برادرم است. آمدن از زینب پرسیدن. زینب کودکان امام را هر کدام را به اسمش صدا کرد. وقت نوبت به این کودک رسید جواب نداد، دست هم به سر آشنا کرد. اهم وصایای برادرم این بود خواهر جان هوشداری کودکانم از ترس جان ندهند، زیر پای ستوران نشوند. کودک برادرم پیدا نیست. زهر ابن قیس یا زجر ابن قیس که در قساوت نمره اول بود فرستادن پشت طفل حسین. او که از لشکر یزید است. میگم من به حد دلم به حال طفل حسین سوخت که نزدیک بود از شدت غم پالیدی. ما و شما که باید جای عشق خون بگیریم. میگه آمدم در یک موضع عذرا دیدم که خاک نرمی بود، اثر پاهای کوچیک خونالود طرف بیابان. فهمیدم همین طفل حسین است. کودکان عادی این همه تحمل رنج و مصیبت رو ندارد. میگه آمدم دیدم در یک زیر بوته خاری دستش رو زیر سر گذاشته و خواب رفته، ولی آنقدر گریه کرده که زمین زیر سرش گل گشته. باز هم رحم نمی کند، از اسب پیاده نمی شود. بانو که نیزه به پهلویش اشاره می کند. میگه مانند بره آهو در جلب اسب دویدن شد. مقدار اطراف را آمد گفت ای زجر تو را به خدا قسم لحظه مرا مهلت بده، دیگر از قافله باز نمیمانم. زجر میگه دلم سوخت. گفتم اشکال ندارد. میگه من میبینم طفل حسین چه کار میکنه. میگه همین جا بود که نزدیک بود از شدت غم غالب دید. میگه دیدم به زمین نشست، پاهایش برهنه و خونالوده، آستینه پاره کرد و به یک پایش پیچید، آستین دیگر و به پای دیگر. سازم در جلوی از دویدم شد. میگه دلم سوخت از اسب پیاده شدم، سر و صورتش رو بوسیدم، پشت سرم سوار کردم. مقدار از راه که آمدم دیدم آهسته آهسته کمربندم را بوسه میزنم. پرسیدم این ابلال ترسیده ای که تو را پیاده نکنم یا مرا خیلی دوست داری؟ گفت نداره، نترسیدم و نه تو را دوست دارم، ولی از این کمربند بوی برادرم ولی یک بر می‌آید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله بأبی انت و امی ابن الزهرا. ای که در دیده بسی اشک فراوان داری، گریه کن گر خبر از حال